خب سلام سپاس از لطف شما برای صحبت. بیش از 30 سال است که در فرانسه زندگی دارم، در شهرکی نزد پاریس سن ژرمن آن نام دارد. اونجایی که کمانده فوتبال پاریس سن ژرمن است. قسمت مرا از وادی زرافشان تا پاریس آورد و انتخاب جای زندگی تصادفی نیست، چون پاریس جایی است که آدم میتواند استعداد خود را باز کند، خدمت به مردمش کند. لیکن دور بودن از وطن این معنی آن را ندارد که تو یاد وطن نمی کنی یا از وطن دوری. برعکس این دوری ها، دوری 7000 کیلومتر آدم را به وطن بیشتر جلب می کند و همیشه در یاد ده، در یاد نزدیکان، در یاد وطن هستیم. کار و فعالیت هنرمند در زندگی با خیلی وابستگی دارد از سیاست‌های دنیایی. هنرمند صلح بودن البته خیلی عنوان خوبی است، عنوان بالایی است، لیکن صلح و امانی را مردمان می‌آورند. اگر همسایه ها، کشورها با هم دوست نباشند، البته صلح زیر سوال می آید، کلمه صلح زیر سوال می آید. و حالا که دیدید سیاست جهانی اینجور شده است که مردمان زیر بام بستند و البته ما از سیاستمدارا خواهش داریم که برای صلح و امانی روند. کارهایی که در این سالها شده‌اند زیادند. بیش چندین هزار مجسمه ها در دنیا پهن گشتند و از طریق گالری ها، از طریق اون نفرهایی که با هنر ربط دارند. البته من میخواستم که کار دست من در تاجیکستان باشد. در تاجیکستان حالا یگان مجسمه مونومنتالی نگذاشتم متاسفانه و این هم شاید اشتباه است از طریق حکومتداران ما، چون ما چندین بار در این باره صحبت کردیم، هم با رئیس جمهور هم با دیگر شخصان متصدی که میتوانند این کارها را انجام دهند. نیت ها زیادند. نیت های ما برای ساختن مجسمه های رودکی، فردوسی، دقیقی، حافظ، خیام، سعدی و دیگران هستند که در شهرهای مختلف دنیا گذاشته شوند و از جمله در پنجکند، از جمله در دوشنبه و خوجند و سمرقند و بخارا و تاشکند و دیگر شهرهای منطقه. برای این البته دستی هنرمند دراز نیست، دستی حکومتداران درازتر است، چون آنها میتوانند این کارها را انجام دهند با یاری ما و خدا خواهد یک کار خوب انجام خواهیم داد. در پنجکند، در دیار رودکی مجسمه من زیر پیش چشمانم میبینم مجسمه خیلی زیبای رودکی را یا در پنجرود یا در پنجکند. حالا در جستجوی جای هستم و اگر چنین کار شود خیلی کار خوب میشد که در پنجکند یک مجسمه خیلی زیبای استاد رودکی باشد. البته ریشه ها، پلان ها زیادند، لیکن عمر آدم زیاد نیست متاسفانه و به این خاطر باید زودتر این کارها انجام شوند. در فرانسه، در دیگر شهرهای دنیا، در آلمان و در کشورهای آسیایی، در چین و در ویتنام پروژه های بزرگ بودند. بعضیشان عملی شدند، بعضیشان نه. در قطعه های امریکا و افریقا همچنین پروژه ها بودند، پروژه ها. حالا در حال عمل شوی هستند و امیدوارم که باز این مجسمه ها را ما گذاریم و مردمان از کار دست یک تاجیک در کشورهایشان شاد باشند. هنرمند و کار هنرمند مثل چاپ کتاب است.
شما کتاب می نویسید، یعنی مجسمهاتون را ایجاد میکنید، لیکن کتاب زیر میز است و وقتی که مجسمه بزرگتان در یک جای باز شد، پس اون دیگر کتابتون چاپ شده است، مثل کتاب چاپ شده است. و چنین پروژه ها زیادند البته، لیکن برای گذاشتن مجسمه ها مبلغ های خیلی هنگفت می خواهند و چنین مبلغ ها را در عین زمان در تاجیکستان خیلی مشکلات هست. شاید مثلا ساختن یک مکتب، ساختن یک بنای معموری و یا راه، ساختن راه ضرورتر باشد از آنی که مجسمه رودکی بگذاریم. لیکن مجسمه های بزرگان ما را گذاشتن، این هم فرض و هم قرض و هم فرض است. به این خاطر من امید دارم که حکومتداران ما با چنین اقدام دست میزنند. خوشحال شدم از دیدارتان و امیدوارم که ما کاری عملی کنیم که برای مردممان، برای کشورمان یک خرسندی بیارد و بینندگان چنین مجسمه های زیبای از رودکی، از فردوسی، از حافظ، از سعدی خوشحال شوند که در دیار رودکی چنین مجسمه ها هستند. سلامت باشید.